سلام دوستا، قابلی که در دیگ بخار وطنی ما آماده شوه او یک مزه و لذت خاص دیگه داره. در این ویدیو ما برتان طرز تهیه یا همون طریقه که همیشه خودم پخته میکنم این قابلی را شریک ساختیم، پس لطفا در ادامه ویدیو با ما باشین. خب در اول کمی روغن به دیگ اضافه میکنیم. من همیشه از روغن کم استفاده میکنم تا غذایی که پخته میکنم صحی تر باشه. بعد از اینکه روغن داغ شد یک عدد پیاز متوسط توته شده را اضافه میکنیم و ایره خوب چرخ میتیم، یعنی کم سرخ میکنیم تا که به این اندازه سرخ شوه، یعنی نه بسوزه و نه روشن باشه، رنگش کمی تاریکتر شوه تا برنج ما خوش رنگ بیایه. بعدن بالایش گوشت را اضافه میکنیم. ما اینجا از گوشت گوسفند استفاده کردیم. بالای از او یک قاشق نمک علاوه میکنیم و گوشت با امو پیاز سرخ میکنیم. قسمی که در تصویر میبینین ما گوشت چرخ داده میرم تا که خوب چهار اطرافش سرخ شوه و بعدا یک عدد از سیر هم بالایش اضافه میکنم تا بوی گوشت را از بین ببره. همراه سیر هم گوشت یک دو چرخ دادم. بعد از او آب جوش اضافه کردم. آب جوش به اندازه 3 گلاس تقریبا اضافه کردم و حال ماندم دیگه به بخار تا که گوشت ما نرم شوه و در حدود 20 دقیقه در بر گرفت تا گوشت نرم شوه. اینجا آمادگی برای خلال زردک داریم. زردک ما که خلال شد در یک کراهی یک کم روغن اضافه میکنیم و بعدا زردک ها را بالایش اضافه میکنیم. همچنان یک قاشق بوره بالایش علاوه میکنیم و ایره میمانیم به حرارت ضعیف تا آهسته آهسته خود نرم بسازه. بعدا بالای از او کشمش هم اضافه میکنیم و با یک قاشق بوره کمی دیگه هم میگذاریم تا کشمش هم نرم شوه. حال دیگه ما دیگه از بخار کشیدم و دیدم که گوشت ما نرم شده. وقت از این است که بخیر برنج اضافه بکنیم. ما قابلی که پخته کردیم یا برنجی که تر کردیم به اندازه 5 گیلاس است. خب گوشت به اندازه معین نرم شده و گوشت را از آب بیرون میکنیم و 5 گیلاس برنج که ما 3 ساعت قبل ایره تر کرده بودم را بالای همی آب گوشت اضافه میکنم. آبش کم است، به او خاطر ما یک کم دیگه آب جوش اضافه میکنم. متوجه باشین که هیچ وقت آب سرد در این قسمت بالای برنج نندازین. نمکش هم میبینم، اگر نمکش درست بود خوب، اگر نبود کمی دیگه هم نمک اضافه کنین. اینجا هم از زیره و 4 مساله یا مساله برنج بندازیم. آب برنج باید همه قدر باشه، همه که در تصویر میتونین ببینین، یعنی از سر برنج کم بلندتر باشه. به حرارت بالا میمانیم تا آب از خشک شوه و ما به قسم چک میکنم یک بغلش کمی بلندتر میکنم. وقت دیدین که آب داشت و کمی دیگه هم ماندم تا همو آبش خشک شوه. بعدن بالایش گوشت و خلال زردک و کشمش اضافه کردم. قسمت وسط برنج همراه یک کفگیر کمی سراخ میکنیم. خب سرپوش دیگر بسته